دوستان سلام. امروز اومدیم راجع به سوزوکی هایابوسا یه سری اطلاعات بهتون بدیم. البته میدونیم که همتون اطلاعاتو دارین، ما برای اونایی که نمیدونن داریم اینو میگیم. همه استادن و همه خبره. سوزوکی هایابوسا تو ژاپن هایابوسا به معنی شاهینه. هایابوسا از سال 1998 داره تولید میشه. این موتور بهترین موتوریه که شما میتونید تو درگ ازش استفاده کنی به خاطر طول محور بلندش و ارتفاع کوتاهش. نسل یکش از سال 1998 تا 2007 تولید شده. حجمش 1298 سی سیه. باکش 21 لیتر میگیره. 175 اسب قدرت موتورش. 138 نیوتن متر تورکشه. 249 کیلوگرم هم وزنشه. خب بچه‌ها، این نسل دوم هایابوسا از سال 2008 تا 2020 تولید شده. حجم موتورش 1340 سی سیه. باکش 21 لیتره. 195 اسب. 154 نیوتن متر تورکشه. 266 کیلو هم وزنشه. نسل سوم هایابوسا از سال 2021 تولید شده. 187 اسب. 150 تا تورکشه. 264 کیلو هم وزنشه. حالا بچه‌ها، یه شرکتی اومده نسل سومو تیون کرده، 40 تا بیشتر هم ازش تولید نکرده، یعنی نمیکنه. قیمتش هم 50,000 یوروه. توربو شده به اسم TTS سوپربوسا. 380 اسب بخاره. 197 تا هم تورکشه. بچه‌ها از این مکس خوشگلم غافل نشید. حالا اینم این بغل بود. مثلا فیلم براتون بگیرم. خب دوستان، یه چند وقتی هم هست که یه سری از پیج‌ها هم ماشین هم موتور یه سری فیلم‌ها میذارن که ماشین داره موتور رو میزنه. این اتفاق اصلا شدنی نیست. تو خواب و خیال هیچکی هم نمیگنجه. هر کی فکر میکنه میتونه موتور رو بزنه، بنده به نمایندگی از بقیه دوستان در خدمتش هستم. هر وقت بگه میتونیم با هم یه اتوبانی بریم که ببینیم قضیه چیه چند چندی.